11مین دور برگزاری عروسی دستجمعی. در این عروسی دستجمعی 100 زوج به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و هزینه گزاف عروسی ازدواج کردند. عضو ستاد عروسی دستجمعی در این مراسم میگوید که این عروسی به حمایت تاجران و افغانانی که در بیرون از کشور زندگی میکنند برگزار گردیده است. امروز 11مین دور عروسی را برگزار کردیم که امروز الحمدلله 100 زوج بود. ما تونستیم عروسی از این را برگزار کردیم. در قسمت ثبت نام از اینا هر دوست ما میتونه، هر کس از هر ولایت، از هر چیز میتونه امروز ما عروسی خونه برگزار کنه، مشکل نداره. در طول تاریخ کشور ما برخی از فرهنگ‌های وارداتی جامعه ما را تحت تأثیر خودش قرار داده است و یک مقداری مصارف گزاف را بر دوش ملت‌ها نهاده است. شمار از جوانانی که در این عروسی دستجمعی اشتراک کرده بودند با ابراز خوشنودی میگویند که به علت نبود وضعیت اقتصادی مناسب و رسم و رواج‌های ناپسند نمیتوانستند عروسی برگزار کنند. در این شرایط در این زمان بسیار زیاد سخت شده عروسی در افغانستان، چون رسم رواج‌های عجیب غریب برآمده. امروز بسیار احساس خوشحالی دارم چون در این جمعی از عروس و دامادای عزیز قرار دارم. انشالله ما دعا دارم که این فرصت برای تمام جوانای کشور مهیا شود. نزدیک 2 سال نامزاد ماندم، بعدش هم کسایی که مشکل اقتصادی دادن حساب خیره، حساب ثوابش بگه، حساب دینیش بگه، اینا بسیار خوبه و از مصرف‌های بیجای هم جلوگیری میشه. این در حال است که با وجود رسم و رواج‌های نادرست و هزینه بلند مراسم عروسی، بیشتر جوانان در کشور نمی‌توانند مراسم ازدواجشان را برگزار کنند.